سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 8 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امام علی رحمان با امیر قطر در مسجد نو نماز میگذارند. داستانی کل برای لطکوب سربازان 2 افسر، 2 سرژانت و 4 سرباز زندانی شدند. ترکش خونین در مسجد فیض‌آباد چند رهبر طالبان را کشته به جا گذاشت. اعتراض مسلمانان افریقا به ضد تخریب 10 مسجد. از 8 تا 10 میلیون هوا در تاجیکستان تا 43 درجه گرم می شود و خاکبارش می آید. هلاکت 2 کودک خردسال در زیر چرخ اوپل در افغان آباد حصار. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 8 میلیون سال 2023 امیر قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی در پی بازدیدش از ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. قرار است با پرزیدنت تاجیکستان مسجد نو مرکزی شهر دوشنبه را که ساختمانش سال 2009 به این سو ادامه داشت باز کنند. این مراسم باید نیمه دوم روز 8 میلیون صورت بگیرد. از کمیته دین تاجیکستان بعضی پلوس گفتند که پس از کشاده شوی به احتمال زیاد امام علی رحمان و شیخ تمیم بن احمد آل ثانی در مسجد نو نماز میگذارند. به استثنای سفرهایش به حج، دیگر موردهای نمازگذاری امام علی رحمان تا حال یگان بار رسانه‌ای نشده است. سفر امیر قطر در تاجیکستان 2 روز ادامه میکند. در رابطه با این سفر روزهای 8 و 9 ایون حرکت نقلیات در راههای دوشنبه محدود کرده می شود. سراج الدین شکوری سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه بعضی پلوس گفت در رابطه با تشریف امیر دولت قطر روزهای 8 و 9 ایون حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات در ساعت‌های معین شده توسط کوچه‌های احمد دانش، صدرالدین عینی، خیابان رودکی، اسماعیل سامونی، گنجوی، شیروزی و کوچه کراموف موقتا منع کرده می شود. امیر قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی در دایره سفر خود به کشورهای آسیا میانه قبل از تشریف به تاجیکستان به کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان سفر داشت. مسجد بزرگترین تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین بر پایه بیش از 100 میلیون دلار که قسم اساسیش مبلغ گذاری دولتی قطر است بنیاد شده. از 4 مناره بلندیش 65 متری، یک گنبد بلندیش 47 متر، تالارهای خرد و بزرگ نمازگذاری، کتابخانه و چندین مجلسگاه عبارت می باشد. ساختمان مسجد را سال 2009 در روزهای تجلیل 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهب حنفی آغاز کرده چند سال پیش به انجام رسانده بودند، ولی مراسم افتتاح این مسجد یک چند سال باز به تأخیر می افتد. در دوشنبه این را اول به پاندمی کرونا ویروس و بعدها به مصروف بودن امیر قطر که می باعث در این مراسم اشتراک کند ربط می دادند. مسجد بزرگ در دوشنبه در حال باز می شود که مقامات تاجیکستان به دلیل سرکوب آزادی‌های مذهبی در گزارش‌های بین المللی تحت تنقید سخت قرار گرفتند. حتی گزارشگران سازمان‌های ملل نیز چندین بار از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند که به حقوق دینی مردم احترام گذاشته آزادی‌های مذهبی را پایمال نکنند. در دوشنبه این را رد می‌کنند و می‌گویند آزادی‌های دینی در تاجیکستان تامین بوده، مردم آزادانه نمازهای خود را ادا می‌کنند. وجود تا 4000 مسجد در جمهوری را مقامات یک دلیل وجود آزادی‌های دینی در تاجیکستان نام می‌برند. داستان کل تاجیکستان روز 8 میلیون سال 2023 در یک اطلاعیه ویژه تصدیق کرد که در رابطه با پرونده پر سر و صدای ویدیوی بدرفتاری نسبت به نوسکران در کمانداتور واروخ 8 نفر محکوم به زندان نظامش پرزور شدند. از این شمار با حکم کلیگیای حربی دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان از 30 ماه سال روان 2 افسر و 2 سرژانت هر کدام به 11 سال و 6 ماه زندان و 3 سرباز و 1 سرژانت خرد هر کدام به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. از جمله سردار کمانداتور یکم سرحدی پادپالکوونیک لازوریف نوزد بر اساس ماده 319 قسم 3 بند به کد سجناتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده به 11 سال و 6 ماه زندان نظامش پرزور محکوم شد. کماندیر رتبه این قسم حربی کاپیتان یوسف شمس‌الله بر اساس ماده
319 قسم 3 بند به گناهکار دانسته شده به 11 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. سرژانت کمالوف اعظمجان بر اساس ماده 373 قسم 2 بندهای ا ب و ماده 391 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عیبدار شده به 11 سال و 6 ماه زندان نظامش پر زور محکوم شد. سرژانت حاج اکبر سیفاللهیف بر اساس ماده 373 قسم 2 بندهای ا ب و ماده 392 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عیبدار شده به 11 سال و 6 ماه زندان نظامش پر زور محکوم شد. سرباز قطاری محمد نظر ناظموف بر اساس ماده 373 قسم 2 بندهای ا ب در به تکرار ویران کردن آیین‌نامه گناهکار دانسته شده به 9 سال و 6 ماه زندان نظامش پر زور محکوم شد. سرباز قطاری جانبه قاسم زاده بر اساس ماده 373 قسم 2 بندهای ا ب گناهکار دانسته شده به 9 سال و 6 ماه زندان نظامش پر زور محکوم شد. سرباز قطاری فخرالدین نظیموف بر اساس ماده 373 قسم 2 بندهای ا ب گناهکار دانسته شده به 9 سال و 6 ماه زندان نظامش پر زور محکوم شد. سرژانت خرد سنت الله حلمتوف بر اساس ماده 373 قسم 2 بند و گناهکار دانسته شده به 9 سال و 6 ماه زندان نظامش پر زور محکوم شد. روز 24 اپریل سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی دو ویدیوی دهشتبار لطکوب بیرحمانه نوسکران از جانب سربازان سابقه‌دار نشر شد. در ویدیو دیده می شود که نوسکران بیچاره از اینکه به چنین یک قصابخانه افتادند سخت ترسیدند و یگان نفرش حتی جرأت مقاومت نشان دادن نمی کند. این ویدیو در حال نشر شد که در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه داشت. داستان کل تاجیکستان خود همان روز خبر داد که در نتیجه تفتیش ویدیو معاین کرده است که این حادثه 15 دکمبر سال 2022 در کمانداتور یکم واروخ در مرز اصفهان با قرقیزستان رخ داده است. دادستان خود همان روز در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی گشوده گناهکاران را به حبس گرفت. بنا به معلومات روزنامه 8 صبح روز 8 میلیون سال 2023 در پی یک انفجار در مرکز ولایت بدخشان افغانستان چند تن از اعضای بلندپایه حکومت طالبان کشته شدند. گفته می شود انفجار ساعت 2:50 در داخل مسجد نبوی در شهر فیض آباد رخ داده است. افغانستان اینترنشنال خبر داد که انفجار در مراسم فاتحه مولوی ناصر محمد احمدی معاون والی طالبان که روز سه‌شنبه در پی حمله داعش کشته شده بود به وقوع پیوست. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان محیدین احمدی در صحبت به افغانستان اینترنشنال تایید کرده است که صفی الله صمیم فرمانده پیشین طالبان در ولایت بغلان بر اثر انفجار در فیض آباد کشته شد. منابع 8 صبح از بیمارستان ولایتی بدخشان تصدیق کردند که تا زمان نشر گزارش 50 جسد دیگر را به علاوه جسد صمیم از مکان انفجار به بیمارخانه انتقال دادند. همچنین منصوبات روزنامه تاکید نموده است که از سبب که روند انتقال مجروحان تا به حال ادامه دارد ممکن است آمار کشته شدگان افزایش یابد. خبرهای هم رسید که گویا قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان نیز در ترکش فیض آباد کشته شده باشد، ولی این خبر هنوز تصدیق نشده است. ولی گفته می شود که قاری احسان الله امام مسجد نبوی نیز کشته شده است. علاوه بر این ساکنان محلی گفتند که پس از انفجار درگیری ها میان طالبان و شخصان نامعلوم صورت گرفت که تا به حال ادامه دارد. از این لحاظ شماره دقیق مجروحان معین و هنوز ماشین های یاری تعجیلی مجروحان را به بیمارستان ها انتقال داده ایستادند. تا به حال یگان نفر یا یگان گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. مقامات طالبان در بدخشان وقوع ترکش در این ولایت را تایید نمودند، ولی در مورد تلفات آن چیزی نگفتند. در همین حال طالبان همه نمود خدمات علاقه را در این ولایت خاموش نمودند. یادآور می‌شویم روز سه‌شنبه 6 میلیون ناصر احمد احمدی معاون والی بدخشان و راننده‌اش در یک حمله انتحاری کشته شدند. مسئولیت قتل او را شاخه افغانستانی داعش معروف به نام داعش خراسان که به ضد رژیم طالبان می‌جنگد به دوش گرفت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مسلمانان کشور افریقای اتیوپیا
که در محضهای تاریخی و ادبی با نام حبشستان نیز معروف است، برای حمایت از ارزش‌های دینی خود در مقابل سیاست اسلام ستیزانه حکومت این کشور دست به اعتراض زدند. پس از تخریب دهها مسجد و مکانهای دینی در سراسر افریقا، ساکنان مسلمان این کشور افریقایی از خطر پره از بین رفتن مکان مقدس دینیشان در تشویشند. روز 26 ماه سال 2023 نمازگزاران حبشه پس از ادای نماز جمعه در مسجد جامع انوار که در پایتخت افریقا شهر آدیس آبابا جایگیر شده است، به نشان اعتراض به سیاست‌های پیشگرفته حکومت در مورد تخریب مسجد و مدارس دینی و دیگر مکان‌های مربوط به دین اسلام دست به تظاهرات آسایشته زدند. اما این تظاهرات به برخورد شدید مقامات قدرتی روبرو شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات افریقا برای پراکنده نمودن نمازگزاران، نظامیان گارد ملی و نیروهای تعینات مخصوص را سفربر نمودند که آنها به طور بهرهمانه تظاهرگران را با استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های مخصوص و تیرهای رزینی سرکوب کردند. در نتیجه 3 نمازگزار کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس 114 نمازگزار دیگر را بازداشت کرده است. چنین برخورد شدید با مسلمانان در کشور صورت می‌گیرد که در سالهای اول ظهور اسلام نخستین شده به مسلمانانی که در شهر مکه تحت تعقیب قرار داشتند پناهگاه داده بود. در دورانی که پیامبر اسلام محمد تازه به تبلیغ دین اسلام پرداخته بود و در مکه او و پیروانش را روزی خوش نمی‌دادند، با دعوت پادشاه مسیحی حبشستان صدا ساکن مسلمان شده مکه از جمله از خانواده خود پیامبر به این سرزمین در قرار افریقا پناه بردند و نخستین جامعه مسلمانان در هجرت را به وجود آوردند. باور می رود که مسلمانان افریقا امروز از اولاد همان مسلمانانی به آنجا مهاجر شده و آنهایی باشند که با دعوت این مهاجران اسلام را پذیرفتند. نخستین مسجدهای مسلمانان نیز 14 عصر پیش در افریقا ساخته شدند. اما حالا مقامات رسمی افریقا با پیشبرد سیاست اسلام ستیزانه خود ادعا دارد که این مکانهای دینی غیر قانونی بنا شدند و به همین سبب از بین برده می شوند. بنا به اطلاع نشریه Ethiopian Citizen.com در نظر است تنها در شهر شغور که در کنار پایتخت این کشور در منطقه اورومیه جایگیر شده است، زیاده از 30 مسجد ویران کرده شود. تا سانحه 23 ماه مقامات محلی در شغور علاقه 19 مسجد را ویران کردند. با وجود اعتراضهای مسلمانان و نامه شورای عالی اسلامی افریقا و دیگر مؤسسه‌های دینی مسلمانان با حکومت افریقا، طوری به نظر می رسد حکومت این کشور افریقایی موقع خود را تغییر دادنی نیست. افریقا کشوری است که در شرق قاره افریقا که با اریتریا، جیبوتی، سومالی، کنیا، سودان و سودان جنوبی همسرد است. این کشور با بیش از 120 میلیون اهالی دومین کشور سراحالی قاره افریقا به حساب می رود. بیش از 60% اهالی افریقا را پیروان دین مسیحی و نزدیک 33% را مسلمانان سنی تشکیل می دهند. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان روز 8 میلیون سال 2023 با نشر یک آگاهی در سامانه رسمیش خبر داد که روزهای 8 و 2 ایون سال جاری واردشوی هوای گرم از قسمت جنوب و غرب به قلمرو جمهوری باقی میماند. در این روزها حرارت هوا روزانه در بیشتر ناحیه‌ها بلند می شود. در ولایت ختلان تا 38-43 درجه گرمی، در ناحیه‌های تابع جمهوری و ولایت سوخت 35-40 درجه گرمی پیشگویی می گردد. با سبب شدت گرفتن شمال از سمت جنوب و غرب به صورت 15-20 متر ثانیه از 9 تا 12 ایون در اکثر ناحیه‌های ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری چنگ و خاکباریش پیشگویی کرده می شود. این چنین بنا به پیشبینی هواشناسان سانحه 12 ایون به منطقه‌های وادگی ولایت سوخت داخل شدن چنگ و غبار یعنی خاکبارش از احتمال دور نیست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز هشدار داده است که بالاروی دمای هوا سببگار آب شدن پیریخ‌ها می شود و این می تواند سطح آب را در رودخانه‌ها بالا برد. به این دلیل در روزهای آینده احتمال آمدن سیل‌ها در محل و منطقه‌های مختلف نواحی تابع مرکز ولایت ختلان و سوخت زیاد است. توصیه کمیته حالت‌های فوق‌العاده
و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این روزها از نورهای مستقیم آفتابی دوری جوید، در تن لباسها از متاعهای طبیعی داشته باشد، بیشتر آب نوشد، بچه ها را در واسطه های نقلیات نگاه ندارد، شخص گرمازده را زود در سایه خوابانید، در جایی که شمال رس باشد. بعضا لازم می‌آید نفس صنعی دهند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره هلاکت باز یک کودک در زیر چرخ ماشین رهگذر خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، شام 7 میلیون سال 2023 تقریبا ساعت 20:00 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده ستاروف محمدشاه سال 1972 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر ایسار در حدود دهه افغان آباد شهر ایسار از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد خردسال عبدالسلام زاده زبیدالله سال 2015 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خردسال عبدالسلام زاده جراحات گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. یک روز قبل مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده بود که روزهای 5 و 6 میلیون سال 2023 در 3 صدمه در جماعت زال زل نویه بلخی، جماعت کریم اسماعیلوف شهر وحدت و در حدود دهه جهانزیب در کنار شهر کانوبادام 3 نفر از جمله یک کودک 7 ساله به هلاکت رسیده، دست کم 2 نفر دیگر از جمله یک کودک 2 ساله جراحت برداشتند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می روند. تنها در ماه مای سال جاری بنا به حسابها بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیدند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 7 میلیون سال 2023 خبر داد که در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسای پایتخت شهروند صابروف بحرالدین سال تولدش 1996 استقامت کننده نویه خوولینگ کارمند نقطه فروش سوزشواری وستوک واقع در کوچه باربد نویه فردوسی و خزینه‌چی نقطه فروش سوزشواری مذکور خالق و ایدگل سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه دستگیر کرده شدند. خود دستگیر شدگان برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی پلیس گفت ضمن سنجش معین گردید که صحنه 5 میلیون سال جاری تقریبا ساعت 20:21 دقیقه به سبب‌های ناچیز صابروف بحرالدین و خالق و ایدگل با هم مناقشه نموده با الفاظ قبیح شان و شرف همدیگر را پس زدند. همزمان نوار حادثه مذکور در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر گردیده واکنش‌های منفی شهروندان را به میان آورده است. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیس نسبت صابروف بحرالدین و خالق و ایدگل طبق طلبات ماده 460 کدکس حقوق و روانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان با اتهام مای دعواشی پروتکل ماموری ترتیب داده شده با مقصد چاراندیشی به سود نویه فردوسی ارسال کرده شد. سود در نوبت خود نسبت به هر کدام از نامبردگان جزا در نمود جریمه ماموری به اندازه 10 نشان دهنده برای حساب‌ها یعنی 680 سومانی یا تقریبا $60 تعیین نموده. درباره سبب مناقشه دو همکار چیزی نگفته است. تفسیرات دیگری حادثه در دست نیست. در نتیجه گزاردن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 33 و 26 ساله ساکن شهر استرافشان با گمان تماجوی دستگیر شدند. نامبردگان 7 اپریل سال 2023 با مقصد فاش نکردن نوار ویدیویی در تلفن موبیلیشان ثبت شده اوید به مناسبت عاشقانه داشتن جوان 23 ساله و دختر بچه نابالغ 15 ساله ساکن شهر مذکور 4000 سومانی طلب کرده گرفتند. نسبت گمان برشوندگان پرونده جنایتی با ماده 250 قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به آنها همچون جزا معلوم ساختن اساس‌زادی به مدت از 10 تا 12 سال تهدید می‌کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.